بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الهمزه مکیه. سوره همزه هم مکی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل شدت حذاب است، هلاکت است. لکل همزه، بر هر عیب کننده ای که در مقابل شیشته عیب تا بیان میکنه. بعضی کسا هست که در مجلس شیشته مسخرگی میکنه، توهین میکنه، تحقیر میکنه. این همزه هست. لمزه او کسانی که عیب بیان میکنن در غیاب. پس شدت عذاب است برای کسانی که در صدد عیب‌های دیگرها هستند، دعوت نکردن. مسلمانای حقیقی دعوت میکنن به حق، دعوت میکنن به صبر، اعمال صالحه میکنن. مردمای بیدین چی میکنن؟ همز و لمز میکنن، در پیشروی و در عقب عیب جویی میکنن. دیگه چی صفت دارن این مردمایی که برشان ویل و عذاب الله هست؟ الذی، شخص است که جمع مالا، جمع میکنه مال خود را، و عدده و ایره میشماره. همه روزه بیکار که من پیسا را میکشه و یکی حسابا را دیگه ماشین حساب دمی دستش هست و تمام روز که این چقدر پیسه شد و چطور شد. یحسبو، باز این مالش هم اگر تنها مال داشته باشه و حساب بکنه این خو حرام نیست. میگنه عیب ازی است که یحسبو ان ماله اخلده، ایو تو عقیده میکنه که اینمی مال من مرد دیگه بازه دنیا برای همیش میمانه، اینمی من هستم و مال هستم و قدرت است. کلا، نه چنین است که این شخص تصور میکنه. لینبذن فی الحطمه، حتما ای انداخته میشه در حطمه. و ما ادراک ما الحطمه، تفسیر قرآن با قرآن. قرآن میگه که حطمه چیست؟ الله ای رو تفسیر میکنه، میگه نار الله، ای آتش است مخلوق الله هست. الموقده که افروخته شده، التي اوتو مخلوقی که تطلع، که وقتی که به انسان برسه عاجل اطلاع حاصل میکنه علی الافئده، به قلب، در قلب سرایت میکنه. چرا که کل فسادها در قلب ازی بود، پس قلبش در میته. انها، امی آتش دوزخ، علیهم بر ایشان، مؤصدتون، سرش مثل دیگ بخار واره بسته میشه. فی عمد، باز ای دوزخی بسته میشه. فی عمد، در ستونهایی که ممدده، بسیار طویل و دراز هست.